تمرین 54 رو داریم. تمرین حرکت حلقه ها وقتی که به صورت نوت زینت میاد و اینکه وصل میشه به نوت اصلیمون. حالا این نوت اصلی هر چی میتونه باشه، مهم صدای نوت اصلی هست که اول صدای حلقه رو بشنویم، ولی تمرکزمون بیشتر رو نوت اصلی باید باشه. تمرین 54 هست، علامت حلقه رو به صورت کوچیک میذاره نوت زینت و اینکه وصل میشه به نوت اصلیمون. در نظر داشته باشیم که صدای حلقه و اینکه صدای این دو تا نوت نباید جدا زده بشن، اینا باید به هم. حلقه رو میزنیم، دف هنوز کامل پایین وای نستاده، باید ضربه اصلی خورده بشه، یعنی صورت کامل ایست نکرده، باید ضربه رو داشته باشیم. وای نسته ضربه پیوسته وصل بشه. تمرین 55 بدون حلقه اول میزنیم که ریتمش دستمون بیاد، بعد حلقه ها رو اضافه میکنیم. هست 1 2 تو شماره 2 2 تا میزنه، بعد 1 تو شماره 2 2 تا ضربه 1 اول هر میزان حلقه رو داریم. 1 2 میزان دوم و اول سعی کنین پیوسته اجرا بشه، یعنی 1 2 سکوت داشته باشین، بعد سعی کنین پیوسته. یکم سرعت بالا میبریم. 1 2 تمرین شماره 56 همون نوتای تمرین 55 رو داریم، فقط اول هر شماره دیگه حلقه رو داریم، یعنی شماره 1 مون داشت، شماره 2 مون که تم چپ بود بازم حلقه اولش اضافه میشه، پس میشه 1 شماره 57 سه ضربی میشه. شماره 1 هست تم چپ، تم چپ بک سکوت، بک چپ بک سکوت، تم چپ بک 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 چپ بک سکوت. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 حلقه ها 1 2 3 3 3 3 3 3 سکوت. تمرین شماره 58 رو قبلا زدیم، نوتش رو فقط حلقه ها رو بهش اضافه میکنیم. نوتش بود تم تم بک چپ تم بک سکوت. 1